ببین، عمل بینی روش بدی نیستا، منکرش نیستم، اما دردسر زیاد داره. مثلا هزینه‌اش خیلی بالاست، مراقبت‌های بعد عملش خیلی سنگینه و شاید برای همه جوابگو نباشه. اما یه تکنیک فرانسوی به اسم انل اومده که بدون عمل میتونی بینی تو خوش فرم کنی. اگه میخوای بدونی این روش چیه، عدد 3 رو بفرست تا بهت بگم. با تو میچسبه چی یه جور دیگه، جا تو همینجا تو آغوش من هوا تو دارم، مال من همه خوبی بدی یا تو. با تو میچسبه همه چی یه جور دیگه، جا تو همینجا تو آغوش من هوا تو دارم، مال من همه خوبی بدی یا تو.